سلام دوستان عزیزم. امشب میخواستم در مورد همسایه ها صحبت کنم. یاد دو تا خاطره افتادم، دو تا خاطره که دقیقا ضد و نقیض هم دیگه هستن. اول اونی که یکم ریزه ولی هر دوتاش یه نکات مشترکی دارن. حالا شما ممکنه دور اطرافتون همسایه‌هایی داشته باشین که ازشون خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد، یا یه موقع باعث دردسرتون میشن، یا یه موقعی هم از دردسر شما رو نجات میدن. حالا من یه خاطره جالبی که دارم، خیلی ریزه ها ولی یه مسئله مهمی داخلش هست که به نظرم اومد که براتون تعریف کنم. ما مجتمعی که هستیم 20 واحد هستش و هر طبقه 4 واحده. حدود 1 ماه پیش بود، شاید هم بیشتر، 40 روز پیش بود که من رفته بودم جای دوری رفته بودم، خیلی پیاده روی کرده بودم و خسته بودم و اینا. وقتی برگشتم خونه حدود ساعت 10:30 11 شب بود که اومدم رسیدم و همه جا تقریبا ساکت بود. طبقه 4 آخرین طبقه من بودم، با آسانسور اومدم و انقدر خسته و گیج و به قول معروف یه مقدارم آشفته بودم، یه تصمیمی باید مثلا میگرفتم. ظاهرا من یادم نیستش، مثل اینکه آخرین نفر بودم، 11:30 رسیده بودم. در آسانسور ظاهرا باز مونده بود و منم اطلاع نداشتم. شبم تو گوشی رفتم و این ور اون ور، خیلی دیر خوابیدم، ساعت 3 خوابیده بودم دیگه. 11:30 صبح که از خواب پا شدم دیدم یه پیامک از مدیر ساختمون اومده که نوشته بودش که آره شما دیشب ساعت 11 اومدی، آخرین نفر بودین و در آسانسور رو باز گذاشتین و صبح و همینجور آسانسور داشته چشمک میزده، اگه آسانسور خراب بشه پولشو باید شما بدین. بعد یکی از همسایه‌ها که ساعت 5:30 صبح میخواسته بره به من زنگ زده، گفته که این باز مونده و تو دوربین نگاه کردم دیدم شما آخرین نفر بودین و بعدش هم اینجوری و خسارتش رو شما باید بدین و فلان. بعد من رفتم هولکی در باز کردم، حالا مطمئن بودم بالاخره از صبح کسی رفته اومده بستن، دیدم آره بسته است. بعد پیغام دادم گفتم خب حالا من اگه اشتباه کردم، اون آقایی که صبح داشته میرفته سر کار خب میبست، میومد یه طبقه مثلا یکی دو طبقه بالا در رو میبستش. بعد نوشت نه وظیفتون بوده، اگه اینجوری بوده دیگه همینجوری اس واسه دیگه زنگ زدم جریان چیه؟ گفت آره این طبقه سوم 5:30 صبح، چون محل کارش خیلی دور بوده میخواسته بره سر کار، باید آسانسور رو میزنه میبینه که طبقه بالا هست و نمیاد، در بازه. بعد این آقا، حالا این همسایه خیلی جالب، 5:30 صبح یعنی اصلا من نمیدونم چه فکری با خودش کرده بوده، زنگ میزنه مدیر ساختمون رو بیدار میکنه. حالا اینجا شارژش خیلی کمه، مبلغ کمیه، مثلا حدود 200 تومنه که 100 تومنش 100 تومنش برای حیاته، 100 تومنش هم برای داخله، که این مدیری که برای ما هست این 100 تومن میگه برای نظافت، چیزی نیست. 5:30 صبح این خانم رو بیدار کرده و بهش گفته که آسانسور درش باز مونده، تو بیا برو ببند، تو که داری پول میگیری، پول شارژ میگیری، وظیفه توه. ببین یعنی مثلا اصلا آدم تو مخیلش نمیگنجه که یکی 5:30 صبح زنگ بزنه به امید. اونم گفته مگه من باز گذاشتم، من که طبقه 4 فلانم اینا. بعد این خوش طبقه سوم بوده، یه طبقه بعد میومده بالا، اون نیومده ببنده. این طبقه دومی هم که مدیر ساختمون بوده گفته وای پام درد میکنه خستم، به شوهرش هم نگفته، مثلا این خانم بوده به شوهرش هم نگفته، نه از طبقه سوم نه طبقه دوم، هیچ کدوم نیومدن. این در همچنان باز مونده بوده چشمک زنان تا اینکه بالاخره 8 9 صبح هیچ کدوم از این طبقات که از آسانسور استفاده میکردن هیچ کدوم حاضر نشدن که بیان طبقه 4 این در رو ببندن. بعد جالب مدیر ساختمون هم نکرده مثلا دوربینو دیده به من زنگ بزنه، حالا مثلا صبح دیده به من زنگ بزنه، من از خواب بیدار بشم بیام برم ببندم. ساعت مثلا 7 و نیم 8 به من پیامک داده بود که من ندیده بودم. بعد دیگه خلاصه آخر سر مثل که این خانم که طبقه همکفه اصلا از آسانسور استفاده نمیکنه، خانم خیلی منعطف و خوبی هستش، دیده که خیلی جنجال هست سر آسانسور. حالا منم 7 تا پادشاه خواب دیدم، اصلا توی این ایری‌بیریا یکی دو تا پیامک هم به من داده، من اصلا بیدار نشده بودم. حالا کاش زنگ میزد من میرفتم خودم میبستم. بالاخره طبقه همکف که استفاده نمیکرده فداکاری میکنه و میاد بالا و در میبنده و قائل خط میشه. بعد خانم میگفت چند ساعت در باز مونده، اگه خراب بود پولشو شما باید بدید.
گفتم که حالا به غیر از مسئله مالی که مثلا شما میگی تقصیر منه، یه مسئله هست، مگه ما همسایه نیستیم؟ حالا یه طبقه میومد، من اشتباه کردم، من خودم بارها توی همین ساختمون بودم، حداقل توی مدتی که بودم، یک سالی که بودم، 2 بار این اتفاق افتاده. در باز بوده، من چون طبقه آخرم، طبقات پایین بوده، رفتم درو بستم اومدم، به کسی هم نگفتم. ولی خیلی برام عجیب بود که هیچ همکاری نبود. بعد بهش گفتم شما به عنوان یه مدیر باید بگین وقتی چنین چیزی هست چرا باید بذارن در خراب بشه، ساعت‌ها باز بمونه. حالا تو اون ساعت فهمیده بیاد بالا در ببنده، بعد بگه شما حالا نگاه کن ببین کی بوده چه جوری بوده، و اینا بذارت همینجوری در باز بمونه، من حاضر نیستم یه طبقه هم برم بالا. گفت نه اینا با من لج میکنن و فلان. گفتم منم بیام از جلوی یکی از این واحدات رد بشم، دود آتیش هر چی بگم به من چه، برم؟ این که نمیشه که. حالا ببینین یه چیز خیلی خیلی کوچیک، یه باز کردن در و باز موندن در و بستن اون تبدیل به یه تراژدی شد. یکی حالا این جالبه، یکی هم یه خاطره دیگه برای من برعکس این، یعنی فداکاری بیش از حد، ولی اونم باز اون فداکاری یعنی حسنش خودش باعث دردسر شده بود. من یه جایی بودم، خونه حیاتدار بود، زیادم اونجا نموندم، چند ماهی اونجا بودیم، خونه شمالی بود، مثلا شهرستان مانند بود. بعد همسایه بغلی ما یه خانمی بود که همسر نداشت و همسرش فوت شده بود و بچه‌های بزرگی داشت. بعد این خیلی هم با من اختلاف نداشت، شاید مثلا 15 16 سال بزرگتر بود، ولی همش میگفت من مامان تو هستم و همیشه جلوی در بود، حوصله‌اش سر میرفت، 24 ساعت جلوی در بود. هر کی خونه ما میومد بیرون میرفت، هر چی همه رو آمار داشت. اگه یه موقع مثلا میوه چیزی آدم دستش بود سنگین بود میومد کمک میکرد و من اصلا دوست نداشتم، چون احساس میکردم هیچ امنیتی ندارم. میرم 1 کیلو میوه میخرم، همیشه مثلا جلو در هست، همه آمارای آدمو داشتش، ولی خب زن مهربونی بود. بعد من یه مدت یه ماشین داشتم، رانندگیم هم خوب نبود چون گواهینامه‌مو سالا پیش گرفته بودم، اصلا رانندگی نکرده بودم، ولی یه دونه ماشین قدیمی گرفته بودم و که هر دفعه یه جاش در میره و خواستم یاد بگیرم. این خونه‌ام شمالی بود، در آهنیه که وارد حیاط میشد، خودتون میدونی یه حالت برجستگی، یه 3-4 سانت بلندی داره. اونجا من دنده عقب و اینا خیلی سختم بود و این هی میومد کمک میکرد بیا عقب بیا جلو، منم بچه‌ها ماشین دارن، اوایل اینجوری بودن. من همیشه میترسیدم، گفتم خب پشت ماشین وای نسا، من تازه کارم، یه موقع میخورم به شما، یه اتفاقی براتون میفته، سنتونم بالاخره بالاست، بچه‌هاتون بزرگن، آدم اصلا شرمنده اینو میشه. با هرچی میگفتم گوش نمیکرد و اصلا یه موزلی برای من شده بود، چون همیشه هم جلو در بود. همیشه خدا این موزل رو داشتم، یا در رو نگر می‌داشت، داره باد میزنه در رو نگر داشت، که دیگه من در رو میومد نگر می‌داشت که من برم داخل. حیاط هم یه مقدار ارزش کم بود، باز من میترسیدم، دیگه آجر گذاشتم قبل اینکه ماشین رو ببرم که دیگه این در رو نگه نداره. همش میگفتم من تازه کارم، یه موقع مثلا تو این جابجایی‌ها نخورم به این خانم، یه اتفاقی براش نیفته شرمنده بشه، ولی باز تو رو درواسی مونده بودم. محبت‌های جور با جور، جور با جور، ولی این ماشین خیلی رو مخ من بود، به خاطر اینکه منم رانندگیم خوب نبود دیگه. اگه می‌خواستن از 20 بهم نمره بدن، خودم نمره 5 و 6 به خودم میدادم. حالا مثلا چجوری دنده عقب و فلان و اینا که دیگه اصلا افتضاح. تا اینکه گذشت و یه بار من از بیرون اومدم، یه جوبی جلو در خونه ما بود، جوب عمیق نبود، حدود 25 سانتی بودش، بعد پل نداشت. منم تازه کار گاز میدادم، ماشین تکون نمیخورد، دیدم این خانم یه آجر ورداشت، همینجوری که من در حال گاز دادن بودم اومد جلو پنجره، گفت من همین الان این آجر رو میذارم زیر چرخ عقب حرکت میکنه. مثلا خودم به مغزم نرسید تا اومدم بگم صبر کن که پامو از رو گاز بردارم، ماشینم کوچیک بود، این تا به من گفت خم شد، این آجر رو گذاشته بود زیر چرخ عقب. یعنی مثلا من در حد اینکه دهنم باز بشه بخوام چیزی بگم، یهو دیدم ماشین مثل فشفشه پرید تو حیاط. فقط تنها چیزی که من احساس کردم، یعنی فکر کردم با خودم که این در ماشین خورده به سر این خانم. همونجا توی حیاط ماشین رو خاموش کردم، سرم اصلا گذاشتم روی فرمون و ترسیدم، گفتم خدایا این اومده به قول معروف آجر رو بذاره، من زدم سرش رفته. یهو دیدم صداش داره از پشت میاد، از ماشین پیاده شدم، سر ما رو گندد، گفتم آخه همسایه چرا این کارو میکنی؟
چرا میای مثلا ورمیداری آجر در حینی که ماشین داره حرکت میکنه، من دارم حرکت میکنم، هه میخندی. نه بابا تو وارد نیستی. من تا گفتم آخه اگه من به سر شما بخورم یه اتفاقی برای شما بیفته که بچه‌ها فکر میکنم من اومدم شما رو صدا کردم، گفتم بیا کمک من کن. نمیگه خودتون میری آجر میاری میذاری یه موقع سرتون بخوره من دنده عقب بدم، من ناواردم. دیدم اصلا به هیچ وجه هر چی میگم اصلا انگار نمیشنوه و حالا داره زحمت میکشه، ولی زحمت اون به بهای آسیب به خودش آسیب. یعنی من هر دفعه میرفتم خونه تپش قلب انگار یه خطری از من گذشته بود. حالا اونایی که تازه کارن تو رانندگی میدونن من چی میگم و چی میکشم. دیگه این دفعه که اینجوری شد من همون هیری ویری که دیدم ماشین همین آجر که گذاشته روی جوب و زیر به قول معروف چیز لاستیک عقب پرید ماشین، چون داشتم گاز میدادم پرید. خیلی دیگه ترسیدم. دیگه یه دونه گلدون گل داشتم، درش رو زدم، گلدون بهش دادم، گفتم مرسی ولی دیگه من ماشین میارم مثلا نه یا اینا فلان و اینا. گفت میخوام کمکت کنم. گفتم اصلا دیگه خواهش میکنم نه. دیگه بعد از اون دفعه بعدی که اومد تا میومد من هدایتش میکردم، گفتم مثلا لطف کنی بری خونتون، من نمیتونم مدیون شما بشم یه اتفاقی براتون بیفته. و یواش یواش مثلا یه ذره دورتر وای میساد. ولی خب یه اضطراب خیلی شدیدی چند بار اولی که این اتفاقا میافتاد به من وارد شد. حالا یکی مثل این که حاضر نیست که از پله بیاد بالا، خودش میخواد بره در آسانسور رو ببنده بره. یکم مثلا این فداکاری‌های عجیب غریب که هر دوتاش مثلا باعث دردسره. حالا مخصوصا این محبت خالق خرسه خیلی بیشتر باعث دردسر بود. یعنی اگه مثلا من همش میگم خدا به من رحم کرد، یعنی هر دفعه این اگه یه اتفاقی برای این خانم میافتاد دیگه من تا آخر عمرم تو هچل افتاده بودم و سرپرست و اینام نداشت. حالا مثلا 2 3 تا 5 6 تا بچه و فلان و اینا، یعنی یه شر خیلی بزرگ میافتاد گردن من. من هنوزم یه موقع‌هایی مثلا دستم برسه یه پولی چیزی یعنی یاد اون میافتم میدم مثلا میزنم تو این اپلیکیشن‌های خیریه چیزی تپش قلب میگیرم. حالا اینقدر آدم‌ها با هم متفاوت هستن، یکی اینجوری که یه طبقه نمیاد بالا، یکی هم اونجوری که همه کاری میکنه. ولی البته این دومی که همه کاری میکنه بیشتر به نظر من اذیت کننده و آسیب زننده تر بودش. خوبی زیاده از حدم آسیب زننده هستش. حالا گفتم شما مگه موردی داری میتونین کامنت کنین ما ازش بهره ببریم. البته موردهای دیگه هم هست، حالا انشاءالله اونا رو هم سر فرصت میگم. این الان یادم اومد گفتم خدمت دوستان بگم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.